ملکوتت می آید، ارادت رخ می دهد، آنگونه که در دوزخ و همچنین بر زمین. ببخش بر ما معصومیتمان را، نجات ده ما را از تمام نیکی ها، هدایت کن ما را به وسوسه و اغوا هدایت کن، به جاودانگی، به جاودانگی، به جاودانگی. ستایش کنید او را. شیطان تو در دوزخی، ملکوتت می آید، ارادت رخ می دهد، آنگونه که در دوزخ و همچنین بر زمین. ببخش بر ما معصومیتمان را، نجات ده ما را از تمام نیکی ها، هدایت کن ما را به وسوسه و اغوا هدایت کن، به جاودانگی، به جاودانگی، به جاودانگی. آمین. ستایش کنید، ستایش کنید او را. شیطان تو در دوزخی، ملکوتت می آید، ارادت رخ می دهد، آنگونه که در دوزخ و همچنین بر زمین. ببخش بر ما معصومیتمان را، نجات ده ما را از تمام نیکی ها، هدایت کن ما را به وسوسه و اغوا هدایت کن، به جاودانگی، به جاودانگی، به جاودانگی. آمین. ستایش
ستایش کنی، ستایش کنی، ستایش کنی او را. شیطان تو در دوزخی، ملکوتت می آید، ارادت رخ می دهد آنگونه که در دوزخ و همچنین بر زمین. ببخش بر ما معصومیتمان را، نجات ده ما را از تمام نیکی‌ها. هدایت کن ما را به وسوسه و اغوا هدایت کن، به جاودانگی، به جاودانگی، به جاودانگی. آمین. شیطان تو در دوزخی، ملکوتت می آید، ارادت رخ می دهد آنگونه که در دوزخ و همچنین. خیلی خوش آمدید. بازم تاکید میکنم حتما وایفای گوشیاتون ویژه گوشیاتون خاموش باشه و از چک کردن گوشیاتون حتما خودداری کنید. این کار به این صورت در این اجرا انجام ندید، به این دلیل که فیلم برداری داریم و این باعث میشه که توی تصویر این نور گوشی شما باشه. پس این کار انجام ندید. وایفای ویژه هم حتما خاموش باشه. مرسی. به جاودانگی، به جاودانگی، به جاودانگی. آمین. ایا شان تمام جهان، زنان و مردان لذت پرست، طبیعت خالق ماست و در ما امیال و هوس‌های شرور و مهیبی کار گذاشته است. این شر مطلق، این حقیقت بیراه را باید فاش کرد. جنایت و لذت بدون وحشت ابزار ما هستند برای فاش کردن چهره پنهان طبیعت. من در داستانم
درباره امیال و هوس‌های بی حد و حصری که ما را با طبیعت همسان می کنند حرف می زنم. باید به سوی این امر مطلق، این امر ناممکن رفت و برای این کار باید انسان بود بدون هیچ ترس و امیدی. داستان من درباره مرد جراحی است که برای کشف این بی‌رحمی طبیعت به در خانه معشوقه خود می‌رود. کلید را در قفل در خانه می‌چرخاند. ممنوعه! گم شو! پاکش کن! پاکش کن! بیا نزدیک من. گوهت رو لیست بزن! پاکش کن! داستان اون جراح و شنیدی؟ همون که پیش معشوقش میره و میخواد حفره‌ای تو بدن اون زن بکنه با تیغ جراحی، میخواد یه سوراخ بیشتر تو بدن معشوقه زیبا و جذابش فتح کنه. اون زن زیبا از ترس و لذت وحشیانه میخنده، میترسه، اما امیال و هوسش اونو تسلیم میکنن. تا حالا زنی رو از فاصله نزدیک دیدی؟ خیلی نزدیک، جذابه. بو بکش، کثافته. من تو این کثافت افتادم و مینویسم. بو بکش، این طبیعت بیرحم و بو بکش. نه، هنوزم کافی نیست. چطور میشه کل این طبیعت رو بکن و آزادت میکنم. شارلتون اتاقهای زیادی داره. نوشته ها و حفظ کردی. همان تو سرم. بازم کن. شراب به من شراب بدید. مارکی 2 سال، تولد 12 ژوئن 1740، مرد در 2 دسامبر 1814، فیلسوف، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و نویسنده رمان‌ها و داستان‌هایی با موضوعات مستهجن و خلاف شؤونات و اخلاق جامعه. در جریان انقلاب 1789 فرانسه توانست از اعدام با گیوتین نجات پیدا کند و مدتی بعد از آن به انقلاب پیوست و سپس با آن مخالف شد. او 30 سال از عمر خود را در زندان زندگی کرده بود.
روزم مثل یه بچه میخوای همه چیز رو نابود کنی. تو آینه فقط میخوای خودت رو ببینی، چهره خودت که انقدر تکرار بشه، که انقدر منعکس بشه تا دیگه خودت نباشی. یه تصویر ابدی که تو انعکاس این تنهای دم مرگه، همین تو تنهای دم مرگ خاطر حاضر نمیشن. زمان دهان باز میکنه. تمومش کن مامان. تو مشتن یا قانون اخلاقی نیستی، فقط مادرم باش. تمومش کن. تو از آینه حرف میزنی اما هیچ چیز شومتر از این آینه های شکسته نیست. من به این شومی و وحشت تنها یک جواب میدم. بله، من به این وحشت نگاه میکنم و میگم بله بله بله. یه روز انتقام خودم را از این وحشت، از این عقل بزرگ میگیرم. بذار اسم تو صدا کنم. فرانسوا بذار زبها تو بنویسم. هر کسی با تیغ خودش روی صورت و تن آدم زخم میندازه. زخما خوب نمیشن. به دورت برگرد. بذار فقط صدا تو از درون گورت بشنوم. میخوام به کارم برسم. وقتی کتاباتو تو میدون شم میسوزوندن و فریاد میزنن که مرگ بر بی اخلاق، که مرگ بر فساد و هرزگی. خواب شما رو دیدم که جلوی صف ایستادن و مرگ تو رو آرزو میکنن. انگار خیال سرکش تو تجارت اونها رو کساد کرد. تو مراتب سوخته شدن کتابات فاحشه و اخلاق دست به دست هم داده بودن. هدف مشترک بود. جنون باید از شهر تبعید میشد. من اینها رو دیدم فرانسوا. من اینها رو دیدم و از بیشرمی و مرگ تدریجی تو بیا این خاک‌ها برای تو. بذار توی جیبت که هر وقت سرمایه بیرحم انتهای زمین رو بیار. فراموش نکن. غیر قابل تحمل شدی مامان. سرما تو حس میکنم. تن سردت داره همه جا رو سرد میکنه. من نیازی ندارم این سرمای بیرحم رو به یاد بیارم. ای کاش می نوشتم یک قلم، یک کاغذ، شراب، یک چیزی که بشه این سرما رو منهدم کرد، تو رو منهدم کرد، خیال من رو منهدم کرد. یک چیزی که بشه مثل این طبیعت سرد شد تا دیگه سرماشو حس نکنی. همه چیز رو از من گرفتن. من مستحجم شدم. بی‌پایان برو بخواب فرانسوا. نه. هیچ چیزی تو رو آروم نمی‌کنه. نه. این دیوارها محکمه مثل تیغ گیاهی. پیر و شاه. یا ما از این قید و بندها، از این زندانهای خود ساخته رها میشیم. یادماش جرم مدرن و اجتماعی شده ای هستیم که توی هم میلونیم. فراموش نکن. آرمان من اینه. صدای من رو به انتهای زمین برسون. یه روز میتونیم خیره به سرمای این جهان
نگاه کنی. بیا بخرم فرانسوا، زمین دهنش رو باز کرده. این کشور آروم خوش میشه و برهود همه ما رو میبنده. من از زمین متنفرم. قانون رو فراموش کرد. نه این خاک فراموشم. برو، من هنوز زندم، تخیل من هنوز زنده است. برو، لعنت به قانونی که خیال من را از من بگیره. برو. دنیای عجیبی شده آقای سال. ما حتی تو تنهایی خودمونم دیگه تنها نیستیم. چشم‌ها نگاهمون میکنن، دیوارا نگاهمون میکنن، تصویرا نگاهمون میکنن، همه فقط به روبر ما رو نگاه میکنن و میگن که تو دیگه تنها نیستی. اما همونجاست که تو عمیقا احساس تنهایی میکنی، میخوای بیشتر تو لونه خودت فرو بری تا تنها باشی. اما این فقط یه توهمه. چون چشمی که تو رو نگاه میکنه هیچ وقت بسته نمیشه، تا ابد بیداره. ابدیت دیگه معنایی نداره، دیگه آرامش نمیده. یه وحشت، یه وقتی که رود میفته و خونت رو خوب میمکه. همون جایی که تو احساس میکنی کارت تمومه، اون خونو تو بدن تو بالا میاره و تو دوباره جون میگیری و دوباره میمکه. بالا میاره، میمکه بالا میاره، میمکه و بالا میاره. همه این امکانات آقای صد در اختیار شماست. تکنولوژی جهان ما رو تغییر داده. مجاز واقعیت یا واقعیت مجاز. مرزها از بین رفته، این لذت بخش نیست. به این موجودات رام شده نگاه کن، اونا دیگه آزاری برای کسی ندارن. آخه یه چیزی درونم فریاد میزنه، داره میجوشه. طبیعت داره از درون منفجرم میکنه. شما غرایز خطرناکی دارید آقای ساد. غرلوسیوم باید دوباره ریشه ها رو پیدا کرد. انسان چطور میتونه کامل بشه؟ چطور میتونه از شر طاعون رها بشه؟ انسان چطور میتونه مثل طبیعت بشه؟ ایده جالبیه. پس دوباره نمایشی رو برای ما اجرا کنید. بیماران من منتظر نمایشنامه شما هستن تا بتونن از شر افکار منحرفشون رها بشن و بعدها تو تنهایی دم مرگشون به این فکر کنن که لااقل بیهوده زندگی نکردن. شهوت آخرین راه نجات ماست. این منم که با غریزم به سمت مرگ میرم، مثل طبیعت جاودان. نه بوی زمین میاد نه بوی تنی، فقط گرسنمه. بذارید غذا بخورم. آخه محکومیت تو هنوز تموم نشده. پس کار کن. کار انسان آزاد میکنه. غریزه تو باید به عقلت گوش بده، وظیفت انجام بده تا از شر افکار منحرف رها بشی.
آغوش واقعیت و اخلاق برای تو باز آقای سال به جامعه نگرد. این قرارداد من با شما. واقعیت چیه؟ چه آدم عاقلی؟ این تویی که با من حرف میزنه یا عقل توه؟ من تو صورت عقل تو میکنم. این قرارداد پاس را بپیستونید. نه من پاستم و نه تو بپیستم. این قرارداد دو نیروی شر با نورها من علیکم صدا بجه برام جان کن ما را صدا بجه به دوستانگان عضو حزب رادیکال ژاکوبن و عضو مجلس انقلابی فرانسه بعد از اعدام لویی 16 آخرین پادشاه مستبد فرانسه مدافع اعدام‌های انقلابی می‌شود و تمام دشمنان و دسیسه‌گران را حذف می‌کند. به تاریخ 13 ژوئیه 1793 یعنی 4 سال پس از انقلاب کبیر در خانه‌اش در وان نشسته است و رؤیایی دارد. رؤیای ساختن جامعه‌ای بدون طبقه، بدون سلطه. ما آنچنان آرمان‌های انقلاب آمدیم. انقلاب تمام نشده است. صدای این انقلاب اگرچه دیر اما روزی به گوش‌ها رسید. من صدای انقلاب شما هستم. سیبان آب سرد برید. تنت رو نخوری. این خراش ها تو را از پا می‌اندازد. تنم سیبان این بدن آب سرد میخواد. تشنش دهن باز کرده به این لبخندها و فریادها نگاه کن. بخواب مانا. خواب تو را آروم میکنه. انقلاب ما سیمون حتی با این تن لورده، حتی با این آب خون آلودم پیش میره. اینطور نیست. همه چیز میگذره، مثل روز، مثل شب. نوازشم کن. بیا نزدیک سیمون، نزدیکتر، نزدیکتر. اینجا مارا، نزدیک تو، نزدیکترین به تو. تلاش کن مارا، تلاش کن. تن سوخته که تو میتونه تن شرمنده دیگری رو نوازش کنه. دوباره تلاش کن. دست تو دراز کن، دراز و درازتر. دست تو میتونه دور بدن این زن بگیته رو فاصله رو از بین ببره. آزادیت رو تجربه کن، یورش کن. بیا نزدیک سیمون، آب سرده کرخت شدم، گرمم کن. نزدیکم برو، من رو ببین. نمیتونم. قهوه سیاه سیمون باید بیدار بود، هنوز زمان خواب نرسیده. قهوه سیاه به من بده. ما همچنان با منهای انقلاب وفاداریم. انقلاب تمام نشده است. آزادی، برادری و برابری هنوز تحقق نیافته. آزادی برای حاکمان است، برادری برای حاکمان است و برابری و دولت
تنها برای قدرت آنها معنا دارد. آنها آرمانهای ما را با تیغ و سه تنها برای خودشان تقسیم کردند و سهم ما چیزی نیست جز رنج و بدبختی. قانون چیست؟ قانون چیست سیمون؟ قانون بیا قهوه سر بکش ما را. قانون نگذاریست برای سرکوب و له کردن ما. قانون نگذاریست در دست حاکمان برای سرکوب ما. قانون چی است سیمون؟ قانون چی است سیمون؟ قانون ابزاری برای سرکوب و له کردن ما. دروغ سیمون، این قهوه سیاه نیست. من باید بیدار بمونم و بنویسم این قهوه سیاه. به این چشمان نگاه کن، نباید خوابشون ببره. اون بیرون مردمی منتظر من هستن، نباید خوابشون ببره. چشمات سرخ سرخن ما را، تو باید بخوابی. خواب چیه سیمون؟ وقتی تمام عمر توی خواب گیر کردیم و رویا میبینیم. خواب چیه سیمون؟ فقط چشمان را بستن، فقط ندیده رو تو تخت خواب خود گم شدن. دلت رو خراش نده ما را. قهوه سیاه به من بده سیمون. از بیداری مردن بهتره تا از خواب زنده موندن. ببین چرا دهن باز کرده. به این زخم ها نگاه کن. تا کی باید رویا ببینی؟ تاریخ داره پیش میره ما را. انسان ها تاریخ رو پیش میبرن و صدها رو میشکنن. این رو تو یادم دادی. من تو را از حفظم ما را. آوازی برام بخون، یا آواز که این چشما بیدار بمونن، یا آواز که این زخما دهنشونو بیشتر باز کنن. صدای ناموسا رو بلند کن سیمون، صداها رو بلند کن. همه جا دنبال تو میگردن، هر جا که بوی تو رو بده دارن خراب میکنن. یک کاری بکن. هنوز تمام نشده شد را بنویس ما را، بنویس که شهر باید به تسخیر مادر بیاد و زیر چکمه پا برن آب و فقرا خراب بشه، بود بشه تا بشه یه شهر رویایی ساز. خشونت رویا میسازه. بنویس ما را. بساز باید شد را. ساعت چنده سیمون؟ زمان خوابه. بخون
گیوتین قلبم را بوسید. سرها از بدنها جدا شده، با بدنها بیگانه، با چشمانی باز و دهانی کف کرده، در میان جنازه استبداد گیوتین لبانم را بوسید. از ما خون میچکید، از ابرها خون میچکید، از آسمان خون میچکید. انسان نبود، یا لاشه بود یا یک شهروند انقلابی. چکمه ها بلند شدند و زمین را کوبیدند، چکمه ها بلند شدند و آسمان را کوبیدند. آسمان زمین شد و زمین آسمان، و از گردن بی سر استبداد خون میچکید. زنده باد ما را! گیوتین گوش می‌دادند. من سگ بودم، ما سگ بودیم و پاهای غرق در خون. خیابان‌ها و کوچه‌ها رو به دنبال بوی غذا می‌دویدیم و تنها در فقر و کثافت برابر شدیم. آزادی یعنی چی؟ وقتی مصلحت طلبان شما را پاره پاره می‌کنند. برابری یعنی چی؟ وقتی نوچیزها شما مردم پست رو محکوم میکنند که گرسنه باشید و از گرسنگی بمیرید. اما زمین برای شماست، پول برای شماست، غذا برای شماست. بشکنید، غارت کنید، ویران کنید، حق خودتون رو با زور پس بگیرید. زمین ها و خونه ها باید اشتراکی باشه، ثروت باید اشتراکی باشه، حکومت باید اشتراکی باشه. از مرگ نترسید وقتی زندگی بی‌ارزشه. وقتی شما تحقیر شدگان و فقیران هر روز مادر رو تمرین میکنید، پس مرگ هم باید اشتراکی باشه. زنده باد مرگ! زنده باد مرگ! زنده باد مرگ! تو رهبر ما، تو تن روح ما، به انقلاب ما خور نزن. پس حقوق بشر چی میشه آقای کسا؟ این حق بیماران شهر تو نیست. در تصویر و تصور شما چیزی جز ویرانی پیدا نمیشه. شما فراموش کردید که زمانه ما یه زمانه انقلاب و اختشاش نیست. پس امید کجا رفته؟
چه بلایی سر آینده میاد. این بیماران مثل هر جامعه در حال رشد و توسعه به شادی و امید احتیاج دارند. این اختشاش رو تمومش کنید. الله زمان توه. شارلوت کرده بیدار باش، زمان توه. و امروز چه روزیه؟ 6 روز پیش از حادثه و 4 سال پس از انقلاب. عددها حرف میزنن. اونها زنده هستن و هیچ وقت نمیمیرن. کم و زیاد میشن اما هستن اونها رو با خودشون به سمت تقدیرمون میرن. روز 6 فردای اون روز میشه همه رو تقدیس کرد و مقدس شد. میشه آروم گرفت و خوابید، حتی رویایی ندید. من روز 7 هستم. 5 روز، 4 روز، 3 روز پیش از حادثه و 4 سال پس از انقلاب. تا کی میخوای منتظر باشی بدن؟ چیزی نمیخوری؟ اینجا جای خالی مادرت. بذار جای خالی مادرت خالی بمونه. بذار نبودنش تکرار بشه. و جای خالی دیگه هیچ وقت پر نمیشه. نه شارلوت، نه. وقتی به جای خالی کسی نگاه میکنی، جایی که یک وقتی پر بود، این خالی بودن، این توهی بودن به تو میگه که کجا ایستادی، به تو میگه که هیچ وقت پر نمیشه، به تو میگه که مرد شارلوت همین داد، اما با چهره های متفاوت. دیرون داره بارون میاد. بگید اینجا رو براتون گرم کنم. بارون شارلوت، بارون. دیگه این بارون هم نمیتونه جای خالی چیزی رو پر کنه. این بارون میتونه دریای خوبی که اون بیرون را افتاده رو بشور و پاک کنه. خدا خیلی وقتی که خوابش برده دلم. وقتی سرش را بریدن، وقتی فقط صدای تیری گیوتین و چاقو به گوش میرسه، دیگه نمیشه صدای خدا رو شنید. دیگه هیچ خدا نیست که بتونه ما رو نجات بده. لباساتو در بیار. برو توی تخت دارون بخور. خواب چیه؟ منتظر کی هستی؟
کدوم قهرمان؟ این قهرمانای جدید دستاشون بوی خون میده. این قهرمانای جدید حرف از پول و سیاست میزنن. پس من دیگه قهرمان نیستم. کسی نمونده من قهرمان صدا کنه. صدایی که این گیوتین و چاقو تنها صدایی که به گوش میرسه. هیچ دلیلی نداره که خیره به من نگاه کنی یا حرفاتو مثل باد توی سرم بگویی. من دوست دارم من به خاطر قدرت طلب این انقلابیون جدید، به خاطر این حکومت وحشت و ترور، به خاطر فریادهای این باور ناسیتی. این چه دادگاهیه که تو با نگاه خیرت سپاه کردی؟ من محکوم نیستم. من میخوام حکم نهایی باشم. به صومعه برو شارلوت، دعا کن. این انقلاب مرده ها رو سرگردون کرده. شاید این بارون بتونه اونا رو دوباره زیر این سر جمع کنه. 4 سال از این انقلاب میگذره و تو هنوز گذشته رو بیاد میاری. هنوز منتظر چیزی هستی که دیگه بر نمیگرده. واقعیت رو باور کن. بوی بدی میگیره. توی گذشته که فقط برای تو رو میاری. چرا اون موقع بوی خون حسن کردی؟ احساست کجا بود؟ این انقلاب احساست کجا بود؟ ببر. بیا این شارلوت. بیا این اون مزرعه آفتاب گردونه که توش بزرگ شدیم. مزرعه که اون بیرون بود و همیشه تو هر فصل زرد می‌درخشید. بعد یک روز خورشیدم طلوع نمی‌کرد میشد. به عطر و رنگ گل‌های آفتاب گردونش دلخوش بود. و اگه گرمایم نبود میشد هر روز به انتظار گرما نشست و به اون گلها خیره شد. وقتی به مزرعه تکه نون میدادم و کنیشگرا حرف میزد، یه صدایی داشت، یه نشونه که انگار به یادمون میآورد مزرعه هنوز زنده است. من هنوز زندم، تو هنوز زنده، مادره هنوز زنده است. اون شار بیسر هرچی که بود مزرعه من خراب نکرد. این طوری که لابلای گلهای آفتاب گردون می‌دویدی، میخوندی، دستتو دراز میکردی که گل آفتاب گردون رو بچینی، لمسش کنی، اما دستت به آفتاب گردونان نمیرسی. آفتاب گردونان قد میکشیدن، اونا ابرا رو میشکافتن، اما دستت به آفتاب گردونان نمیرسی. مهم نبود، لااقل امیدی بود که دستتو دراز کنی، لااقل امید. بیا شارلوت، یکی که نون به این مزرعه بده، کمی شراب. لال شده، همه صداها خاموش شدن. خاموش، امید، یه خواب طولانی شده که نمیتونی ازش بیدار شی و تفسیر خوابتو ببینی. الان میخوای چی رو تفسیر کنی شارلوت؟ دوستان تو کجا؟ اون لعنتی‌ها که مغز تو رو جستشو دادن الان کجا؟ اونا که از مجلس اخراج شدن، دشمن حکومت مرکزی شدن، الان کجا؟ میشنوم شارلوت، بلندتر، ریس، بلندتر، ریس، بلندتر، ریس، بلندتر.
همه چیز رو با گیوتین قضاوت میکنه شارلوت. همه چیز رو گوشم میخواد یه صدایی بشنوم که این صدا رو خاموش کنه. دوست دارم یه تصویر مبهم بخارالود یه چیزی میگه من نمیشنوم. یا بازی بکن که این خونه دیگه بوی ترشی و نمناکی نده. یا بازی بکن تا من به یاد بیارم. یاد مادرت شارلوت، یاد گذشتمون، یاد مطرح آفتاب کردم. هزار بار آفتاب کردم دخترم تو مغز کوچیکت رشد کنه. کاش زودتر شب بشه. روزی با این پوست‌های مرده چروک شده لباسی برای خودم می‌دوزم. قهوه سیاه به من بده سیمون. خداوند من و ملت فرانسه در 4مین سالگرد پیروزی انقلاب. روز ازدواجمون رو یادت مارا؟ به کلیسا نرفتیم و هیچ روحانی برامون دعا نکرد. تنها من و تو بودیم و یک آسمون صاف و آبی. ابرها شبیه خامه بودن. نرمیشون رو میشد از راه دور هم حس کرد. چرا باید ازدواج پاکمون رو با دعای کسای آلوده می کردیم که کور بودند؟ بله میدونم مارا، اما حس گناه رو چه میشه کرد؟ گناه این واژه رو تو گوش من تکرار نکن سیمون. ما گناهکار نیستیم، برعکس طلبکاری از آسمان، از زمین، از گذشته و آینده طلبکاری از هر چیزی که ما رو تحقیر کرده و رهایی انسان رو به تعویق انداخته طلبکاری. باید هر روز اینها رو جلوی آینه با خودم تکرار کنم. چند سال تکرار میکنم. تکرار آدمو رها میکنه.
ما گناهکار نیستیم سیمان. ما گناه برعکس نیست. طلبکاریم از آسمان، از زمین، از آسمان، از طلبکاریم، از گذشته و آینده طلبکاریم، از هر چیزی که ما رو تحقیر کرده و رهایی انسان رو به تعویق انداخته طلبکاریم. ما گناهکار نیستیم سیمان. ما داره بالا میاد، از تن سر خود میره. سرخ نیست، سرخه از ما در خون میچکه، قطره قطره قطره. زیبا نیست. مارا برات قهوه میارم، یه حرفی بزن مارا. یه روزی ماهو میگیرم میارم تو همین خونه، تو اتاق بود سیمان. من ماهو نمیخوام مارا، فقط تو خوب شو. من خوبم سیمان. آب سرخ شده. این قطره های سرخ ماهی که داره توفان میچکه. یه وانه پر از خون سیمان، یه وانه پر از خون در برابر تمام خونایی که ریخته شده. چیه؟ روزی فکر میکردیم که کشتن چند صد نفر کافیه و ما رو به هدفمون میرسونه، انقلاب پیروز میشه. اما بعد دیدیم که کشتن هزاران نفرم کافی نیست. زمین ناشه های بیشتری میخواد. انقلاب میخواد که همچنان راه بره و صحرا و کشورهای بیشتری رو نوازش کنه. امروز ما سیمان، امروز ما از وفور خون و لاشه، اون جنازه های دیروز، اون جنازه های پریروز کمند و به چشم نمیان، هنوز تمام نشده. عصبانی نشو مارا، کار پیش میره. من باید کار رو پیش ببرم. تو بکش زمان. اینجا رو نه. کجا رو مارا؟ اینجا پشت دیوارا، رو سقفا، تو برمارا، همه جا بو بکش زمان. حس میکنم همه جا هستن، مقدس ما همه جا هستن، دشمنان ما و ملت همه جا هستن. اونا مثل ما لباس میپوشن، اما زیر لباسشون جاهای پنهان کردن. نشان دشمنان انقلاب و روز سینشون زاد شدن. تو به مردم معترضی که برای حقشون میجنگن و با کار و آزار و غارت میکنن فوش میدن، فریاد میزنن. ربنا جبار اراس لباس نتباس ناسکته. صاف کن سیمان. لباست رو در بیار. لباست رو در بیار. ای کاش به خاطر میل گم شدن میگفتی لباسم در بیار. سرم میسوزه، تو سرم آسوبه، داره پوست سرم رو میداره. به ما نگاه کن. من انقلاب
یک زن مالا، یک زن پشتشو به در میکوبه. منتظر کسی بودی؟ زن نیست سیمون، دختره. منتظر دختری بودی؟ نگران نباش سیمون، منتظر کسی نیست. پس چرا اینقدر محکم در میزنه؟ این صدای در منو میترسونه. من همه درها و پنجره ها رو بستم. اینجا چند تا در داره مالا؟ یک در، تنها یک در سیمون. باز کن و به چهره زیبای دختر نگاه کن. تو کی هستی؟ من یکی داره در میزنه، یکی داره در میزنه. شما صداشو نمیشنوید. از کار اومدم، میخوام با مارا شهروند مارا با رهبرم حرف بزنم. تو کی هستی؟ تو شهر من مخالفان مارا، اونایی که از زیر تیغ عدالت مارا فرار کردن جمع شدن، توطئه میکنن ضد انقلاب، ضد مارا. برای مارا خبرهایی دارن. تو کی هستی؟ اگر حرفی با مارا داری نامه بنویس. مارا نامه ها رو میخونه. حرف دارم اما نمیتونم بنویسم. میخوام رو به روی مارا بایستم و خیره بهش نگاه کنم. تو آرامش، ما آرامش میخواییم. راحتمون بگذارید، راحتمون بگذارید. هنوز نه. 3 بار به در منزلش میایی، 3 بار میای و در میزنی. زود اومدی کرده. آقای سعد،
اصل زندگی تمام موجودات زنده است. اینو تو نوشتی سام، تو یک کتابا تکرارش کردی تا هیچ وقت هیچ کس فراموشش نکنه. مرگ ما را مرگ تنها تو خیال ماست. طبیعت مرگو نمیشناسه، حتی بی‌رحم‌ترین مرگو. طبیعت بی تفاوته. اگر تمام نژاد بشر رو هم نابود کنیم، طبیعت باز هم سکوت میکنه. سرد نیست ما را؟ پس نگاه کن، به این جشن درد و لذت نگاه کن، به این جمهوری وحشت نگاه کن، تا انقلاب دوباره معنا بشه. چه کسی میخواد قربانی من باشه؟
تو با کرایه همیشه خوابالود عقب‌تر بایست، پاهات رو به اندازه گرز شانه باز کن، سرت رو عقب ببر، بذار گردن زیبات خود نمایی کنه. حالا محکم به پوست تن من بزن. بزن بزن. هر ضربه‌ای که به این پوست میخوره درد رو آروم آروم تو کل بدن پخش میکنه. تو ضربه های اول درد رو احساس نمیکنی، اما تکرار 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 درد رو بزرگ و بزرگتر میکنه. درد از سطح پوست میگذره، عصب‌های بدن رو میلرزونه. زیر این پوست لایه چربیه و بعد گوشت، استخوان، گوشت بدن آدم های جوان سفید کمی طول میکشه تا درد خون رو به نوسان بندازه، اما گوشت بدن آدم های پیر شل شده، پوستشون افتاده، چربی هیچ مقاومتی نداره، پس درد راحت تر نفوذ میکنه. بزن بزن، محکم تر بزن. ما را بذار داستانی رو برات تعریف کنیم. داستان مرگ دمین که شاه را ترور کرد اما نافرجام. اعدام های امروز در برابر شکنجه دمین هیچ شقاوتی ندارد. دمین در میدان شهر 4 ساعت شکنجه شد و مردم چه مشتاقانه از دیدن مرگ تدریجی او کیف می‌کردند. یک عیاش از پنجره اتاقش نظاره‌گر شکنجه بود، همزمان با معشوقش لاس می‌زد، از بدن مرتهنش لذت می‌برد، بی‌فایده بود. اینجا کسی هست نقش ساق رو بازی کنه؟ من میخوام قربانی ساق بشم. بزن آقای ساد، این جمهوری درد و لذت رو بزن. بزن بزن بزن. ما را دمین شکنجه‌گر خودش رو میدید که چطور با دست ها و پاهاش را نمی‌کنه. سرش به چرخان خیره نگاه کرد، تنها ناله‌ای کشید و به صدای روحانیونی که برای آموزش دعا می‌کردند گوش می‌داد. ما را اعدام‌های ما هیچ لذتی نداره. آدم‌ها سریع می‌میرند، تحت جنایت از بین رفته. مگر ما به خاطر این جشن شکنجه و مفهوم لذت نبود که اعدام کردیم؟ ما مرگ زیبای فرهنگ از بین بردیم، مردم رو مثل یک گله کشتیم. تو بی‌حس شدی. انقلاب، انتخاب، انقلاب فردی یا انقلاب اجتماعی. من 30 سال در زندان زمان مردانی رو تصور کردم که همدیگر رو اخته می‌کنند، بدن همدیگر رو میشکافند تا از کثافت درونشون رها بشن. بزن. نمیدونم. ترحم نکن، منو تحقیر نکن، بذار نقاب ها فرو بریزن. ما را
تو هم مثل من به این احساسات خرد باور نداری. تو هم مثل من عاشق فراغی. طبیعتو تغییر بدم. طبیعتو تغییر بدم. طبیعتو تغییر. من از جایی که تو رو دیدم و بوسیدم فرار نمی کنم شارلوت. تموم این شهر برای من خاطره توه. من فرار نمی کنم شارلوت. بیا صبر کنی. او بکش وقتی مرد رو سرمون سایه انداخته صبر کردن چیزی نیست جز مردن من فقط یک وظیفه دارم میفهمی یه صدایی تو سرمه میفهمی منو لیست بزن شارلوت. منو لیست بزن شارلوت. عشق شما افلاطونیه نه یه عشق جسمانی.
تو نجات پیدا کردی ژاک را. اگر هنوزم میخواستی با لباس روحانی مردم به رنج آخرت هشدار بدی، این مردی که جلوی من ایستاده یه مرد بی سر بود. هر آدمی میتونه پوست بندازه ما را. من به انقلابمون وفادارم. بهشت اگه روی این زمین نباشه هیچ ارزشی نداره. بهشت خون میخواد ژاک را. دوزخ ضد بهشت نیست، راه عبور بونه. سرخ نیست ما را با این زخم ساخته، اما همه رنج ها روزی تموم میشن. اینطور نیست. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. ژاک را کشیش بخت برگشته، از کلیسا رانده شده ادامه بده. ژاک وظیفه ما ژاک را نجات مردمه، نجات این گرسنه ها که نمیتونن حقشون رو بگیرن. ادامه بده. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تن. تنهای اوریان. انسان دشواری وظیفه است. وظیفه تنهایی ما که تنهایی ژاک را. ما تنهایی ما را. دوستانمون توان کشتن بیشتر برای انقلاب رو از دست دادن، توان پرواز به سوی آرمانهاشون را از دست دادن. من اگر حکم مرگ دشمنان انقلاب رو تایید نکنم و فرمان به اعدام این مصلحت طرف‌ها ندم، انقلاب بیراه میره ژاک را. ما تنهایی ژاک را، ما تنهایی. بیا بغلم کن. فرمان بده، اعدام کن. اونهایی که از صلح و پیروزی انقلاب حرف میزنن همونهایی هستن که روزی میخواستن ما رو از انقلاب منصرف کنن. پس فریاد بزن و فرمان بده. این راه بی بازگشته. سایه مردم میبینم که در مقابلمون قد میکشه و تعقیبمون میکنه. مخالفان ما ژاک، مخالفان ما تنها لذت و منفعتشون در مرگ ما. اما چه میشه کرد؟ از مرگ فقط مرگ زاده میشه. چه میشه کرد؟ با آگاهی مردن بهتر از
سکوت نکنه. انقلاب تمام پلهای پشت سرش رو خراب میکنه. ما بر نمیگردیم، هراسی هم از مرگ نداریم. تو ایمان داری روزی این تنهایی تموم میشه ما را. پس بغلم کن سکسو بزاری سوزش و زخمانی و فراموشم نشه. محتاطر بغلم کن سکسو کشیش از رنج آخرت حرف میزنن. اونا مردم تشویق میکنن که رنج بکشن، که توی کثافت خودشون بمیرن دارستگاه بشن، اما زیر لباسشون با پول و قدرت لاس میزنن. این هم خوابگی مشکوک باید روزی تموم بشه. هیچ کدومشون نباید ارضا بشن. ما سر شاه رو بریدیم، ما را کشتن این موشا کار سختی نیست. این مستاخر ذکر این مشت همه چیز زیر رو میکنه. وقتی کنار شاه ایستاده بودم، پیش از این که سرش رو از دست بده، نگاهی به من کرد و قطره اشک ریخت. من تو اون قطره اشک دیدم آینده ای رو دیدم که به سرعت به سمتش حرکت میکنیم. من آغاز دنیای جدید رو دیدم. من باید قهرمان این ملت بشم. انقلاب باید به هدفش برسه. بسیار باید رکما، بسیار باید به مردم بقیه بگو که بهشت از اون از راه میرسه. بگو که بهشت باید از تو دل همین خاک بیرون کشید. آرومم فقط نباید خوابم. سیمون مراقب ما را باش. انسان حیوانیست دیوانه. من 1000 سال زندگی کردم. میدونم که دوست داشتی تمام شهرتت، تمام محبت مردم رو فدا کنی تا بتونی فقط چند دور از شهر این سوز شاورند رو رها کنی. ما بیکاریم، ما گرسنه‌ایم، ما دردنکیم، ما لباس نداریم، ما فقط یه سوراخ دارم. سوراخی در شکم، سوراخی در لباسم، سوراخی برای خوابیدن. ما را چه آمد بر سر انقلاب ما، نمیتونیم ما صبر کنیم تا طلوع آزادی. ما را با مردم میخواهیم دیوانه و عزیز. ما را چه آمد بر سر انقلاب ما، نمیتونیم ما صبر کنیم تا طلوع آزادی.
چاقویی ندارم. امروز ساعت 10 صبح از مرد چاقو فروش چاقویی خرید. تو کی هستی؟ نامه ای برات دارم. بخون. منتظر نامه ای نبودم. تو کی هستی؟ فردا به در خونه ما را میری. این نامه رو تحویلش میدی. فردا را فراموش نکن شارلوت. میترسم شاید این آخرین راه نجات ما باشه. من یه منجیم. تو بخون. به یاد قهرمان‌هایی که جونشون رو به خطر انداختن تا یک سرزمین در امان باشه. به یاد کسانی که یک نفر رو کشتن تا هزاران نفر زنده بمونن. من اون کسی هستم که یک نفر رو کشت تا 1000 نفر زنده بمونن. از دوستای من خبر دارید؟ دیکتاتور خبر داری؟ یه چاقو خریدم. یه چاقو میتونه جلوی چرخ گیوتین رو بگیره. فردا شارلوت، فردا رو فراموش نکن شارلوت. فردا رو فراموش نکن شارلوت. اینجا بوی صدای انسان هرگز به گوش نمیرسد. اینجا بوی در زیر آسمان تنها زنده ماندم، زیرا نخستین انسانی بودم که تمنای شوکران میبینی ما را از عشق حرف میزنم. عشق به تن، عشق به سرزمین. حتی حاضرند برای نجات این کشور از همه چیزشون بگذرند. نمیاد ما را. ساترا کجاست؟ ساترا کجاست؟ ساترا
ساترا کجاست؟ ساترا کجاست؟ شما ساترا را ندیدید؟ ساترا کجاست؟ ساترا کجاست؟ گم شده. به مردم یاد میده تو رو به عنوان یه دیکتاتور انتخاب کنند. وقتی همه چیز فرو پاشیده دیکتاتوری تنها راه نجاته. مسخره است. تمام این رویاها مسخره است. من به همه این آرمانها، ترسها، خشونتها میخندم. به این شادیهای زودگذر و بیهوده، به این وطن پرستی، اصلاح طلبها، رادیکالها میخندم. دردناک ساد. ما حتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم. هر کدوم صدایی هستیم تو دنیای خودمون. تو اینجا ایستادی اما انگار نیستی پس حرفاتو نمیفهمم. نیستی پس صداتو نمیشنوم. تو صدای فاجعه رو نمیشنوی. بگو ما باز هم از عدالت و برابری بگو. چرا میسوزه؟ میبینی ما را؟ تنت میسوزه و تو این آب خونالون تل میشه. انسان بی‌تن چطور میتونه از آزادی و برابری حرف بزنه؟ بی‌تن نیستم. این تن سوخته و سگاه خورده با تنم من. چطور میتونم در برابر جنگ و بی‌عدالتی، در برابر فقر و کثافت اینجا سکوت کنم؟ عدالت؟ بس عدالت و برابری حرف میزنی. اما این مردم تنها چهره‌های سرد مرگند. فقط به سوراخ شکمشون فکر میکنن. دروغ میگی. تو هم به نفع شرایط موجود حرف میزنی. عدالتی که تو ازش حرف میزنی چیزی نیست جز هماندازه کردن همه. دروغ ما دروغه. مثل قهوه‌ای که سیاه نیست. کاش رؤیا میدیدی. من رؤیایی دارم. کاش مادرت رو تو خواب میدیدی. یه رؤیایی که تن داغت رو تا ابد سرد کنه. من رویایی دارم. من رویاهای تو رو مسخره میکنم. جنبش توده ها، قربانیان آرمانهای با شکوه رو مسخره میکنم. تیوتین یه روز این لبخند مسخره رو از روی صورت محو میکنه. بخند ماما، بخواب از درد رؤیا ببین. مثل من که مادرم رو دیدم و نتونستم بغلش کنم. میدونی چرا؟ فریاد زدم. کاش بغلم میکردی مامان. کاش میشد. نمیشه. فریاد زدم تو آغوش تو. من دیگه من نیستم. آب میشم. میرم تو زمین. میفهمی ما را؟ آبشم. هیچ کس صدای تو رو نمیشنوه. هنوز یاد نگرفتی شنا کنی. میترسی مثل موش کور که پنهان اومدیده. سردمه لباسمو بهم بدید. من نمیخوام آرام باشم. درمان کنید. انقلاب تن زخم خوردت رو گرم نمی کنه. به مادرت نگاه کن. نگاهش گرمت نمی کنه. تو میخوای بازم من رو تو زمین حبس کنی؟ برو خونه شام. فرار نکن. من از تو متنفرم. داشتم پدرت پشیمونه. دیگه نمیخوام تو رو دار بزنه. من از زندان میترسم. اون از اینجا ببری. من
ما را باشد. فراموش نکن. فراموش نکن. همه محاسبات مرا به هم ریخته.
تا چند لحظه پیش فکر می‌کردم ماه در آسمان است، اما من فهمیدم ماه در چشمان او بود. ماه در چشمان او بود. ماه در چشمان تو بود. شاید کرده خواستگاهت کاری. بگو سیمون. ای کاش صدامو میشنیدی، کاش رو تن من انقلاب میکردی، تبری بر میداشتی و با تن خونالودت این لباسها رو پاره میکردی. بیا مارا، این مردمی رو که تن و قلبشون رو به تو دادن رو تن من ببین. زخمات دهن باز کردن و میخندن. انقلاب چه همخوابگی با شکوهیه برای تو. من گم شدم، من تو این همخوابگی گم شدم. تمام زندگی به لحظه فرو افتادن تیغه گیوتین میارزید. تو کی هستی؟ پیامی برای ما رو دارم. زادروبته یه غریب است، نامه‌ای برات آورده. شاید از طرف زادرو باشه. بگو بیا. ژان-پل تن تو رو میسوزونه. مارا میتونه به من کمک کنه. من به ژان-پل مارا رأی دادم تا به من کمک کنه. بذارید ببینمش. نترس سیمون، بذار بیاد. من راهبرشون هستم. تو وکیل یا پزشک مردم نیستی. اونا چرا هر مشکلی دارن پیش تو میان. مشکلات خانوادگی، دعواهای پوست. ژان-پل، ما مشکلات خودمون رو داریم. استراحت کن. این چشما به من نگاه میکنم. چشمای مردم منتظر منم. بذار بیاد سیمون. من پیامی برای شما دارم. بیا نزدیک. بذار خوب نگاهت کنم. میخوام اسم قهرمان‌ها و دوستانم رو بگم. و بلندتر حرف بزن. تو اونها رو میشناسی. چهره اونها رو تو خواب و واقعیت دیدی. کجا هستن مارا؟ دوستای من کجا هستن؟ قهرمان‌های من کجا هستن مارا؟ تو کی هستی؟ نزدیک میام، بلند حرف میزنم، اما تو صدای من رو نمیشنوی. اما تو اصلا من رو نمیبینی. من دیده میکنم تو بریدی زادرو در غروبت. امروز چه روزیه؟ امروز چه روزیه؟ در غروب ساله امسال چه سالیه؟
solche storie. بنویسد را کدام من و ملت فرانسه در چهارمین سالگرد پیروزی اگر هنوز کسی هست که آرمان بزرگی داشته باشه نمیخوام بدونم. لذت ببرم، لذت ببرم. داستان اون جراح شنید، همون که پیش معشوقش میره و میخواد حفره‌ای تو بدن اون زن بکنه با تیغ جراح. لذت ببرم، لذت ببرم، لذت ببرم. Unter euer Gott zum Spiel